با خاطر در سطح بلند تجلیل نمودن روز جهانی فوتبال در مقیاس مملکت چهاربینی‌های زیادی ورزشی دایر گردیدند. یکی از چنین چهاربینی‌های فراگیر ورزشی در ورزشگاه مرکزی ناحیه نورآباد منطقه کوهستان رشتان زمین برگزار گردید. رفت آمادگی‌ها به این فستیوال باشکوه فوتبالی که در نیمه دیوم روز 27 می دایر شد، البته که فرصت‌ها و تلاش‌های زیادی را در میان گذاشت. ما در ناحیه نورآباد از آن شدیم که در ناحیه ما به مثل ناحیه‌های دیگر چهاربینی فوتبال و ورزش ها دایر می‌گردد. یعنی ما طول 3 روز است که برای چنین چهاربینی آمادگی دیده شدیم. از آن شدیم که یعنی ما افتخار داریم که در ناحیه ما یعنی در مجموع در تمام جمهوری با کمک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان چنین چهاربینی ها گذرانیده می شود. یعنی هر سال 25 می همچون روز فوتبال جشن گرفته می شود. این چنین ناحیه ما از آن به طرف نبوده، یعنی ما آمادگی خود را دیده شدیم. از این چهاربینی خیلی خوشحالم که چنین چهاربینی ها در سطح عالی میگذرد و روزی 25 می همین خیلی چهاربینی ها رو ما بار دوم است که میگذرانیم و خوشحال هستیم که چنین چهاربینی ها هر سال در ناحیه ما خوبتر و بهتر گذرد. ما جوانان نورست خرسند از آنیم که در ناحیه ما چنین فستیوال فوتبال برگزار گشته شده است. ما در این چهاربینی با خود دوستای خوب یافتیم، با همدیگر آشنایی خوب یافتیم و ما از این چهاربینی بسیار شدیم و ما شد از آنیم که در همه فوتبال به فستیوال فوتبال در جهان نیز برگزار گشته شده است. ما خرسند از آنیم که همه ساله روز 25 می روز جهانی فوتبال قید کرده می شود. چطور شاهد شدیم بهر دایر کردن چنین چهاربینی‌های عمومی ورزشی بخشیده به روز جهانی فوتبال، نمایندگان قشرهای مختلف جامعه منطقه رشت از خرد تا بزرگ در ورزشگاه مرکزی ناحیه نورآباد جمع آمده همگی با مسئولیت بزرگ انتظار آغازشوی فستیوال فوتبالی بودند. شکرانه از همین آبادی و از همین زیبایی و نورافگانی ناحیه نورآباد میکنیم که در این دولت آباد و زیبا زندگی میکنیم. ما این روز رو همچون روز جهانی فوتبال یعنی که در ناحیه نورآباد ما جشن میگیریم. 4 سال شد که در ورزش مشق میکنم و ترینری من باشد برات فیضلی. من میخوام که کلان شوم فوتبالیست بهترین شوم. طول 2 سال است که در ورزشگاه مکتبی تمرین میکنم و سرمربی من بارات فیضلی من در مسابقه منطقوی همین شهرک سزاوار جای اول گردیدم و من خیلی خوشحال هستم که در این فستیوال اشتراک میکنم. در حالی که نفران مسئولین برگزاری فستیوال فوتبال در ورزشگاه مرکزی ناحیه نورآباد مشغول آخرین کارهای آمادگی بودند، همزمان در مجلسگاه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه نورآباد کنفرانس انتخابی فدراسیون فوتبال منطقه رشت و شهر راغون به کار خویش شروع نمود. در این کنفرانسیا که تحت ریاست نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبالی تاجیکستان سایوری دانیارزاده و اشتراک رئیسان ناحیه‌های نورآباد، رشت، تاجیک‌آباد، لخش، سنگوار و شهر راغون برگزار گردید. طبق مسائل روزنامه کنفرانسیا، انتخاب رئیس و معاون رئیس فدراسیون فوتبال منطقه رشت و شهر راغون، همزمان انتخاب اعضایان کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال منطقه رشت و شهر راغون از طریق آوازدهی وکیلان صورت گرفت.
در نتیجه آوازدهی گشاد رئیس ناحیه نورآباد فتح‌الدین صالح‌زاده چون نامزد یگانه به این منصب ورزشی به حیث رئیس فدراسیون فوتبال منطقه رشت و شهر راغون تعیین گردید. رئیس تازه تعیین فدراسیون فوتبال منطقه رشت و شهر راغون صالح‌زاده فتح‌الدین حسین عاید مسئولیت نوی خویش سخنرانی نموده بهر باوری و اعتماد از جانب وکیلان اظهار میnnتداری نمود. در ادامه کنفرانس انتخابی طریق آوازدهی گشاد به عضویت کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال منطقه رشت و شهر راغون صنعت‌الله سعیدزاده، زرینه ایدیزاده، قدرالدین فقیرزاده، کرام‌الدین خالزاده و محمدشاه دولتزاده انتخاب شدند. همین طریق بعد انجام آوازدهی و تعیین گردیدن رئیس، معاون و اعضایان کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال منطقه رشت و شهر راغون کنفرانس انتخابی با سخنان جمع‌بسته مسئولین و صدا دادن سرود ملی پایان یافت. ما مسئولین ساحه فوتبال در منطقه از آن امیدوار هستیم که با تعیین گردیدن رئیس نوی فدراسیون فوتبال در منطقه خیلی رشد میکند. برنامه‌های رشد فوتبال عموما هدف و مقصدهایی که رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان به ما گذاشتن و خودی طبق نقشه و چاره‌بینی‌هایی که ما خودمان در حدود منطقه برگزار میکنیم، فکر میکنم که با تعیین گردیدن رهبر فدراسیون با تعیین گردیدن شخصان مسئول اعضایان کمیته اجرایی فکر میکنم که یک تکانی خوب میشود و ما در آینده نزدیک میتوانیم فوتبال رو در منطقه رشت و شهر راغون باز هم رشد دهیم. باوری کامل داریم که با انتخاب گردیدن رئیس نوی فدراسیون فوتبال منطقه رشت و شهر راغون ما میتوانیم برای پیشرفت فوتبال کودکان و نورسان در همین منطقه یعنی مسابقه‌های گوناگون رو برگزار نماییم تا که فوتبال میان کودکان و نورسان یعنی عمومی گردد. بعد انجام کار کنفرانس انتخابی فرصت آغاز فستیوال بزرگ فوتبالی در ورزشگاه مرکزی ناحیه نورآباد هم فرا رسید. بخشیده به تجلیل روز جهانی فوتبال در منطقه رشت امروز در ورزشگاه مرکزی ناحیه نورآباد فستیوال بخشگاه فوتبالی دایر می‌گردد و ما از کل جزئیات این فستیوال پیگیر خواهیم شد. فستیوال فوتبال با تشریف رهبریت ناحیه نورآباد و فدراسیون فوتبال تاجیکستان و ورزشگاه مرکزی ناحیه نورآباد رسما آغاز گردیده سرآغاز چاره‌بینی رئیس ناحیه نورآباد و نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان با سخن‌های افتتاحی خویش همگان را به شرافت روز جهانی فوتبال تبریک نمودند. و سامانه‌های اجتماعی نمایش دادن آن به جهانیان وسیله خوبی برای معرفی نمودن ملت ورزشی فوتبال. در ادامه فستیوال رئیس ناحیه نورآباد و نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان و اشتراکچیان فستیوال فوتبالی تحفه‌های خاطروی تقدیم نمودند. این لحظه خاطرمان البته که به اشتراکچیان فستیوال جهانی شادی و نشاط بخشید. باید ذکر کرد که با وجود دایر کردن چاره‌بینی‌های عمومی ورزشی و در چنین سطحی بلند تجلیل نمودن روز جهانی فوتبال در سرتاسر کشور، البته که بهر رشد بی‌میلان ورزش رقم اول اساس‌های مستحکم پیدا می‌نماید.
همه ما شاهد هستیم، دیده ایستادیم که جوانان زیاد، هواداران فوتبال خیلی زیاد جمع شدن و همه اونها خوب درک میکنن که امروز تشبوس پرزیدنت فدراسیون فوتبال مملکت از جانب جامعه جهانی دستگیری یافت و منم خیلی برگزاری، منم خیلی فستیوال، کنفرانسیا و دیگر چرابینی ها وابسته به فوتبال یک روحیه جوانان، روحیه ورزشکاران خیلی بلند میکنند. ما در منطقه رشت و شهر راغون امسال باشد مسابقه فوتبال مرحله انتخابی، یعنی برای رخصت گرفتن به مرحله نهایی لیگ پیشصف بین نورسان تا 12 ساله تا 13 ساله و اینچنین 14 16 و 18 ساله برگزار گردید. برای عمومی گردانیدن فوتبال و اینچنین برای جلب نمودن کودکان و نورسان یک زمینه مهم می‌گذارد. ما در این فستیوال بسیار خوشحال هستیم. ما در منطقه رشت U14 جای اول را گرفتیم. مربی من باروتا فیضلی می باشد. در آینده می خواهم که همچون پرچم بردار تاجیکستان باشم. فستیوال فراگیری فوتبالی در ورزشگاه مرکزی ناحیه نورآباد با اشتراک دستپروران مکتب‌های ورزشی منطقه رشت و شهر راغون با وجود تشکیل شدن حرکت‌های جالب ورزشی، بازی‌های شب‌خاور با توپ و نمایش‌های رنگی فرهنگی گرد خود نفران زیادی را سرجم نمود. این در تاریخ استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بار اول است که در منطقه رشت چنین فستیوال سطح بلند برگزار می‌گردد و مهمتر از همه امروز جوانان مناطق منطقه رشت با هم آمده دوستی کرده ایستادند و دیگر نقطه این فستیوال در آن است که امروز رشته‌های گوناگون ورزش با نمایش داده شده و بازم ما باوری داریم که رشته فوتبال تاجیک در سطح جهانی بازم بلندتر می‌گردد. برآمد هنری نمایندگان بخش فرهنگی منطقه رشتان زمین در ادامه فستیوال بهره کل اشتراکچیان طبع بالیده و احساسات‌های خاطرمان بخشید. یکی از چهره‌های معروف فستیوال فوتبالی در ورزشگاه مرکزی ناحیه نورآباد، ستاره شناخته استراد تاجیک، آوازخوان پسندیده نازیه کرامت‌الله بود که با سرودهای دلنشین خویش مردمان این منطقه را زمان تجلیل روز جهانی فوتبال شاد و مسرور نمود. همین طریق فستیوال جنبسته فوتبالی منطقه رشت در فضای متنوع فرهنگی پایان یافته، همگان از مکان اساسی جشنی با طبع بالیده و احساس افتخار بیرون شدند.